به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح رأی شماره 327 را امروز تقدیم می نماییم. بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه و نوشتن نامه و هر معلوماتی که در اختیار دارید برای اصلاح نویسید تا همه با هم آن را بفهمند و ملت و مردم از جنایات این رژیم منحوس آگاه تر گردند. در این برنامه بیننده گرامی 4 نامه را از نواحی شمس الدین شاهین، پامیر، باختر، قرغانتپه و کلاب جای دادیم. مؤلف نامه از ناحیه سرحدی شمس الدین شاهین به نظر می رسد که راننده مسافربر تاکسیست است. محتوای نامه‌اش به همین چیز اشاره می کند، اما وی در این نامه فکرهای جالبی را ابراز داشته و از رحمانوف خواسته است که با مشکلات واقعی در مرز توجه کند و مسئله ستر و ریش و لباس و ناخن و پاپوشی زنهایی وارد شونده به دوشنبه. این بانوی مؤلفی نامه رسیده از پامیر به اصلاح تشکر کرده است که با نشر چند مطلب فرستاده وی توانست در رفع برخی از مشکلات مردم راشد قلعه سهم بگذارد. نگارنده نامه ما از باختر به چاپلوسان و لگن برداران مراجعت کرده است و بعضی از آنها را ذکر نامناسب جای و مقام کرده است که باعث شدن چند از زیایانی اصیل ملت محکوم به زندان میشوند. اما گفته از این مؤلف حالا میدان خالی است تا به نظرها و موقع گیری های شوونیستانی برخی از راویان روسی که میگویند آسیای میانه باید در هیئت روسیه باشد جواب بگویند. نامه آمده از کلاب باستان هم به نامه آمده از قرغانتپه شباهت دارد. این مؤلف ما با تاجیک ها ایراد گرفته است که برای کل زردها خوش آمد نزنند و رایگان چای و نان و خوراکشان ندهند، چون که آنها با مردم مهاجر تاجیک در وطن خود مناسبتی خوب ندارند. بله، نامه اول از شمس الدین شاهین. سلام علیکم برادر محمد اقبال، من از شوراباد می نویسم. تاکسی کار میکنم. باور کنید من 2 ماه پیش من شما را گوش نمیکردم، اما حالا الحمدلله هر برنامه شما را انتظار میشویم و برنامه های گذشته چند سال پیش را همش را پیدا نموده تماشا کرده ایستادم. شما شخصی مبارز ملت بوده اید. الله با شما نصرت دهد، اللهم آمین. برادر محمد اقبال، میخواهم که درباره سرحد تاجیکستان با افغانستان کمتر معلومات دهم. رحمانوف اگرچه 30 سال زیاد است که سر حکومت است، نه دوراندیش است و نه سواد درست سیاسی دارد. من تخمینا در بین سالهای 2013-2016 به طرف بدخشان رفتم. یک روز گذارم به پاس خرمنجا از شوراباد پایین یک دیدبانگاه گمرکی است افتاد. یک کارمند گمرکی بعد از انجام نوبتداری در راه برآمده است من را منع کرده پرسید که برادر تا قلعه خم میبری؟ در بر لباس گمرکی داشت. مایلش گفته سوارش کردم. کمتر حرکت کردیم که پل طرف افغانستان نزدیک شدیم. به من گفت میدونی در این 2-3 روزه چی گذشت در اینجا؟ نمیدونم گفتم. بعد نقل سر کرد که یک مرد با زنش از دوشنبه به شهر خاروق با دیدار فرزنداش که خدمت میکنند میآید. فرزند سربازشون را میبینند و طرف شب برمیگردند. در نزد همین پل شلگباوم هست. فکر میکنند که اینجا پست شوراباد است. در این پست از مسافران پل میگرفتند. فکر میکنند همون دیدبانگاه هست. میآیند و نزدیک میشوند که سربازان خوابند. پل ندیم گفته شلگباوم را میکشویند، میگذارند میروند. هیچ کس نیست. چقدر مسافر را طی میکنند که سربازان افغان منع میکنند. میگن شما کجا میروید؟ میگه شنبه. سرباز افغان میگه آخر شما سرحد افغانستان عبور کرده چقدر مسافر را طی کرده آمدید، به افغانستان داخل شدید. آنها را دستگیر کرده میبرند و معلومات را به تاجیکستان میدهند. برای روی دادن این حادثه چند افسر بلند مقامی سرحد چی را عوض نمودند. من این نقل را شنیده در حقیقت در تعجب زدم. من چی گفتنی هستم با این گپم؟ رحمانوف، تو این قدر اسپکتاکل میسازی و فکر میکنی مردم نمیدونند؟ باور کنید سربازان در سرحد گوش نمیگردند. ماشین ها را منع کردن، نان طلب میکنند، برای کماندیرشان سیگارت طلب میکنند. سرحد گشاده است. تو چی خیل میگویی که من سطر را میبینم عصبی میشوم؟ آخر همان نفرانی را نام میگیری مگر آنها عصبی نمیشوند؟ یک شب خیزند تا دوشنبه بیایند. رحمانوف، تو با این سیاست دوراندیشانه داخل ناخونکت اولین کاری کردی در باب سرحد تاجیکستان افغانستان مینه ها را نیز کردی با مصلحت امریکا. من شخصا یاد دارم یک سپیار امریکایی اینستروکتور در حالت
رزمینیروانی مینه کفید و هلاک شده. سرحد را رزمینیروانی کرده بودی. دوم پلها و کوپرک‌ها ساختی که در آنها عموما کنترل نظارت نیست، هوی می باشد. این کار را هم با مبلغ امریکا کردی. مسئله دیگر که می خواهم بگویم این است که امریکا برای افغانستان سلاح و مهمات جنگی زیاد ماند و رفت. از روی نوشته های مطبوعات اگر خطا نکنم 200 میلیارد دلار این گپ را ترامپ گفته بود که البته بی اساس نیست. این همه فکت ها را رحمانوف میبینی. باز چی میخوای رحمانوف؟ با این سربازان گشنه در سرحد چیکار میکنی؟ بس کن سپکتاکل بازیتا، بس کن با دین الله جنگا، کنار گذار که تنج زندگی کنیم. تو تاجیکستان را با خیتای و کشورهای دیگری دونور بر وقت فروختگی. وضعیت به حد خطرناکه. باور کنید این نوشته های من را همه استخدامات کنندگان نزد سرحد میدانند. رحمانوف باور کن اگر این نوبت هم نوبت پرزیدنتی را بدزدی وضعیتت بد می شود. همه راه ها در سرحد بر ضد تو گشوده است. رحمانوف تا آن درجه بی‌سواد است که مثال به مثل یک شهری همه دزدان در خانه را گشوده مانده است بی نظارت. باز دعوا میکند که دزد خانه من می‌دراید، در حالی که همه شرایط را برای دزدان خودش فراهم آوردگی است. رحمانوف بز را در پیش گرد بستگی است. و یک گلاوه دیگر، رحمانوف وقتی تو با این سیاست احمقانه پیش گرفته سرحد رزمینیروانی سرحد افغانستان را سر کردی، ازبکستان کار تو را دیده سرحدش را با تاجیکستان محکم کرد، مینه خواباند. بسیار عائله هایی که نیمش در آن پره سرحد ماندن از دیدار همدیگر محروم شدند، در حالی که هر روز رفت و آمد داشتند. این همه تحت تاثیر سیاست پیش گرفته تو بود. حالا باشد برای دزدیده بردن تو و عائله‌ات به مثل مدورا همه شرایط مهیا کردی، راه را گشاده کردی. ما نمیخوایم تو را دزدند. تو در محکمه ملت باید جواب گویی. بله واقعا رحمانوف باید جواب بگه و رحمانوف اصلا دولتدار نیست. رحمانوف یک دزد است. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایک و انتشار برنامه کوتاهی نکن تا اینکه همه معلوماتی که می نویسند برای تمام ملت رسد. نامه دیگری ما از پامیر. سلام علیکم برادر عزیز، محمد اقبال صدرالدین. من باز همان خواهر شما از پامیر هستم و باری سیوم است که از پایتخت روسیه مسکو با شما می نویسم. برادر عزیز راه حق، ما همیشه از درگاه خداوند دعا می طلبیم که شما همه وقت زنده و سلامت با اهل و خانواده باشید. سلامت باشید خواهر گرامی. ما با شما افتخار میکنیم. من درباره همان بدگردی سونیده رحمان بیکووا و همون شخصی کثیف سید جعفر اکرامزاده و نتیجه کارها نقل میکنم. یک هفته پیش از ناحیه راشقلعه با من همان خشم زنگ زده گفت تبریک که یک کاری تو عملی شد. من گفتم چی گپ شد؟ و گفت که این حرامی بوزی وحشی سید جعفر را از ناحیه راشقلعه گم کرده بردن طرفای کلوب. من گفتم که عجب کاری خوب شد. حاضر مردم ناحیه راشقلعه کمتر آهی سبک میکشند. و پرسیدم که در جای وی کی آمد؟ و گفت که در این خیلی جایهای وزنین معلوم است که پومیری رو نمیمونند کار کردن، از طرفای خود یک نفر دیگر آوردگیان. و باز پرسیدم که این بدگردی سونیده حاضر چیکار میکند؟ و گفت که خواهر وای زنی بدگرد حالا در جای خود کار میکند، لیکن نسرینی هاش پریدگی نمیدونه چیکار کند. به فکرم حاضر دیگر کس را مییابد و باز بدگردی خود را ادامه میدهد. تشکر با شما که درباره این پلیدی سید جعفر چند بار نشر کردید. این آدم خیلی برای مردم ناحیه راشقلعه خطرناک بود و حاضر آنها کمتر از ظلم خلاص میشوند. من با این خشم گفتم که از پای این سردار نو هم پایده گرد. اگر یکی مثل همین پدر لعنت کار کند در رو خبر ده. باز من می نویسم به اصلاح این بیجاگرد سونیده همه می دونیم که با چنین مقام بلند کار با پدرش که سید جعفر رسیده بود. به احتمال زیاد این بدگرد را از کار می گیرند چون که وی سواد کافی ندارد و تمام مردم ناحیه راشقلعه صاحب کران و مکتب ها را با تفتیش های بیهوده و بیمورد بیزار کردگی. برادر من در این قسمت نامه هم باز درباره همان کارمند زکس در ناحیه راشقلعه سورایا می نویسم. از این پیش هم در یک از نامه هایم که شما چاپ نموده بوده درباره وی نوشته بودیم که چگونه بیسواد است و چگونه خطا میکند و چی کارها میکند. اما این بیسواد این آدم را تا حال از کار نگرفتند. از نام مردم ناحیه راشقلعه و وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان مراجعت کردنیم که برای چی این خیل بیسوادها را در کار نگاه می‌دارید؟ برای آن که وی زن حبیب محمدوف همون نامرد خائن که باعث تمام بدبختی‌ها در پامیر شده است برای همین است. ما می‌فهمیم که این فقط از برای همین شوهر خائنش است. این سبک مغز سبک پا پیش از وقتا با پرکرار ناحیه راشقلعه میگشت. این پرکرار بارها در خانه آنها شب ماندگی است. چندین بار
آن را دیدند. مردم دیگه این کار را همه میداند و این گپ از دهان مردم برآمدگی است. آن خشم به من گفت که کریشه این خائن و نامرد حبیب پروکورها می باشند، حتی در خود دوشنبه هم هستند. لیکن این مظفر اشوریان باید کار این سوریا را جدی تفتیش کند. این زنی بدنفس و بیسواد نادان تمام مردم ناحیه راشقلعه را با پولکنی هایش بیزار کرده است. یگان حجت را حتی شهادتنامه تولد را که طبق قانون رایگانه به پول نمیدهد، اما خط و سواد سوریا حتی برای فراشی هم نمی ارزد. اما از برای خدمت های شوهر خائنش گرفته سردار زکسش ماندند. این بیسواد حتی شوهر نامرد خود را پسندم نمی کند. کسی که می فرد همراهش می گردد. از این بیسواد نه یگان پروکورور، نه یگان کارکن حکومت و نه یگان مردای کوچه موندگی‌اند. خاک خرسانکم بود است، ایالا خرسان میکست. اگر این بدگرد را گم نکنند، مردم ناحیه راشقلعه از بیسوادی وی در عذاب میمانند. برادر محمد اقبال در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و با شما و تمام خانواده‌تان سلامتی آرزو دارم. من به شما باز می نویسم. خدا یارتون باد. سلامت باشید خواهر گرامی. هر معلوماتی که میبینید و میفهمید و آگاه میگردید حتما به اصلاح نویسید، حتما نتیجه خواهد داد. امیدواریم که مظفر اشوریان قضیه را میبینه. اگر قصد نگرفته باشه برای اون نامه‌ای که انجام دادیم برنامه، ولی آخی جنایت که کردی می نویسند. مظفر اشوریان سرت کل که اگه شکم دم قوری صغیره واره میبرین گکنی مردم این مصیبت ها. نامه دیگر از بختر. السلام علیکم برادر ارجمند، محمد اقبال صدرالدین. نامه از شهر قرغانتپه فرستاده می شود. مندرجه و یا آغازخان را چه عنوان گذارم نمیدانم، زیرا دیگر آنچنان غضب دامنگیرم شده است که دیگر امکان خاموشی نیست. این نوشتجات برای حکومت و یا سرور حکومت هیچ ربطی ندارد، بلکه به چند تن توده اوباش و عیاش خودپرست و منفور و بیسواد خود خوانده که ما از آنها در این چند سال اخیر برای بعضی از روشنفکران و زیایان واقعی و چهره های اصیل و عدالت پیشه این وطن مانع ایجاد میکنند نگرانیده شده است. سواد ندارید مثل من آرام بشینید آخر. از بخیلی و ناتوان بینی و محلگرایی و درون سیاهی شما این وطن و این سرزمین با مشکلات گوناگون دچار شده ایستاده است. ای گمراهان، شما که شرمنده بودید و طی این چند ماه اخیر بوی گندتان همه جا را فرا گرفت، از بوی بدتان نفسگیر نمیشوید؟ از همکار و همسایه و همکرسایتان شرمتان نمی آید؟ وجدان ندارید؟ ناموس ندارید؟ خداوند تقدیر هر کی را که شما نوجوان مردان سیاه و تهمتش کردید به سر فرزندان و نبیرگانتان بیارد. اللهم آمین. بعضی شما از خدا و رسول گپ میزنید، خود را ایشان زاده میگیرید، مگر فردا روزی مردن ندارید آخر؟ ای خائنان، ای وطن فروشان، شما این قدر خائنید، این قدر نوجوان مردید که اگر جایش آید زن و دختر خود را پیشکش خواهید کرد. این را از شما منتظر شدن ممکن است، زیرا ما از شما خائنان باعث شده چند نفر دانشمندان و زیایان زندانی شوند. شما ابلهید، ابله گذرا. شما بیخبرید که تاریخ آنها را فراموش نخواهد کرد و نامهایشان در صفحات تاریخ این ملت در قطار نامهای بزرگان جای خواهد گرفت. اما شما چی؟ شما روسیاه در صحیفه تاریخ خواهد ماند. سعدی مهدی خود را فیلولوگ میگیرد. آنقدر این انسان بیسواد است، آنقدر پست است، آنقدر رذیل است ناگفتنی. زمانی برای نوشتن کتابی حوادث روزگاری منی عبدالخلیل خالقزاده این گوی بغض با همراهی سیف رکلام یعنی سیف دوستیف رحمان علی شیرالیف چنان توطئه براه انداختند که تماما ناگفتنی. اینها در لگن برداری و مایلیسی خون ندارند. در آن شب و روزها اگر صحیفه اینها را میدیدی چطور مثلی ماده سگی که گوش می آرد چطور الاس میکشند. اینها هر نرسگ با قوتتر و بزرگتر دیدن دم خود را میبردارند. اینها مگر ناموس دارند؟ 80% مردم کشور میدانستند که این کار اینها کردن سپارشی بود و این دو تن بیگناه بودند، اما این سگان از هر جالسی خود شرم نمی داشته باشند. امروز رسانه های روسی پروپاگاندای آن را دارند که کشورهای آسیا میانه باید مستقل نباشند و این یک تهدید به امنیت دولت و ملت است. کو در این مورد این شغالان که خود را وطن دوست و پاتریوت میشمارند یک کلمه بگن؟ برای اینها اگر استخوان پرتایند میخوایند و کسی استخوان نپرتاف اینها عقلی از پیش خود کار کردن را ندارند. من یک چیز را با باوری میگویم، اگر همان زیایی که همراهی سردار بیمارخانه ابن سینا با تهمت زندانیش کردند یعنی عبدالقادر رستم
در نظر دارند. در آزادی میبود الکی چندین واکنش نسبت این پروپاگاندای کرمل میکرد، اما این سگان مزدوری خودخوانده چی گفتنشان را نمیدانند، حتی زبان روسی را نمیدانند که چیزی گویند. یک نفر از ژورنالیستان در آن شب و روز فاجعه فرزند تاجیک با پوتین چی سوال داد یا دارید، در حالی که در موردی یعنی که همون نماینده CCC را میگه که پوتین به جایی که برای بچه تاجیک برسه در موردی یک چیزی اصلا یعنی که در وقتش نبوده سوال میکنه. خب دیگر این از عقل و فهمیشی یعنی که همین ژورنالیستان است که Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вы очень цените поэзию Омара Хайяма, да, и мы являемся потомками, да. Таджики, персы, да, афганцы, да. Вот вы не могли бы попросить у президента России, чтобы воздвинули какой-нибудь памятник в честь этого великого ученого или создать центр Омара Хайяма? Спасибо. Да, это хорошая идея. Мы обязательно подумаем. Спасибо большое. Спасибо за, как говорят в таких случаях, за наводку. Обязательно подумаем. Это правда. به چی اندازه رسیدگن بگیرند صحیفه های اینترنتی از همه سر آبونشیش را به چند تن از شخصان دانشمند سپارند، در چنین حالت ها واکنشی با مورد کنند. من نسبت حکومت چیز گفتنی نیستم، گفتنی هم ندارم، اما چنین شغالان که در وظیفه ها هستند افسوس که اینها در داخل محل گرایی و محل بدبینی را روی راست پیشه کردند. به نوشته های اینها شبکه های اجتماعی مینگری هم خنده‌ات میگیرد و هم به نهایت عصبی میشوی. آخر یکیش در دانشگاه ملی درس میدهد، دیگریش محرر گازیت است. سومیش باز کدام وظیفه از اینها بلندتر دارد، عاقبتشان را به خیر گرداند. این شاهنامه خوانی سعدی معدی را بینید میگوی طلبه صنف سه باشد. بسیاری ها میدونند اما خاموشند، زیرا میدونند اگر حرف گویند اینها بزو تهمتچی اند، از هیچ راه بر نمیگردند. یا سیف بین یک کلون نمره یک است، با اینها ما به کجا میرسیم؟ نمیبخشیمتون، بخشیدیمتون. این معنایش تهدید بود که آن شرمندگی این ژورنالیستش یعنی ژورنالیست CCC در نزد پوتین کرد باید کسی چیزی نگوید. بعد این واقعه دکونگیش به همه معلوم شد، درویگیش در یک وقت نویست نمیدونست، اما بعدا سکرین شات را در صفحه‌اش گذاشت. ککبوتا گفته باشد که مسئله قابل جان را گپ زند. خلاص اینها در نزد چند تن مثل خودشان بی سواد خود را دانا و عالم میتراشند. وای بر حالشان. سلامت باشید برادر گرامی، واقعا دهشت از دهشت. چیکار کنیم دیگر؟ نامه دیگر از کلاب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای مبارز محمد اقبال صدرالدین، ساکن کلاب باستانی هستم. نامه من با چاپلوس ها و تملق پیشه ها و خوشامدگاه ها و خاک زن و مایمال ها است. من به همین مردمی لگن بردار گفتنی ام: ای مردم بس کنید این لگن برداری و چاپلوسی را. من با یوتیوب مدرو میبینم وقتی همین کلازردا تاجیکستان میروند مردم ما لگن برداری کرده در خانه هایشان به پول جای میتین، خوراکشان میتین. قدر ملت تاجیک در روسیه در تگی پشتگی، اما اینها باشند این کلازردها را در تاجیکستان در بالای سرشان میگیرند و بالاگذارشان میکنند. اگر در روسیه سایت در آمده کوارتیرا کوم گویی در سایت نوشتگیه که تولکات یا سلاویانسکی نارود و باز این تاکید و آگاهی کرده است که تاجیکوف نپرینیمایتسه و همین اعلان را روی راست نویسندگیان. من به خدا قسم از کارهای این لگن بردارها هم شرم می آید و هم در غضب می شوم. یک واقعه گذشته را باید آورید. در ایام کرونا ویروس برادرمان عزت امان گرجدنین روسیه بود، اما مقامات روس او را با مقامات این گردن بلانگزی فروختند. چقدر مردم در جای کارشان کیدت شده معاش نگرفتند. مگر همین حادثه برای شما درس نیست؟ باز در کرونا ویروس در تاجیکستان در کدام کوچه با کلازردها پول داده ایستادند. اگر ما 1000 و 100,000 بار اینها را به پول جای دهیم، این مردم ناشکر به پول خوراکشان دهیم، اما این روسا ما را در وطنشان آدم نمی‌حسابند، چورکمون میگن، شارنژاپمون میگن. هر روز برای تنگ و محدود کردن حضور ما و شما نو به نو قانون ها برآورده و با سخت‌تر کرده ایستادند. من در یک کارخانه کار میکردم، از این کارخانه برآمده دیگر کارخانه رفتم، ولی راهبر کارخانه پیشترم همراه مناسبتی خوب داشت. بعد از کارخانه رفتنم هم باز مناسبت و دوستیش را ادامه داد. کدام پرابلم دکومنت پیش می اومد با ماشینش برده حل میکرد. یک روز فهمیدم که با کسی گپ میزد، ازبک‌ها را چورکا گفت.
بعد آن تلفنش را بلاکیروفکا کرده و دلیت کردن. در حالی من خودم تاجیکم، ولی به خاطر که یک ازبک بچه را شورکا گفت قهرم کرد. ای برادرها، دانسته باشید که ما تا لگن برداری را بس نکنیم پیروز نمیشویم. خود را سورت دوم نحسابید. ما روسیه که رفتیم بر عوض زحمت هایمان پول میگیریم، آنجا حتی یک کروشکا آب عادی را رایگان نمیدهند. شما شأن خود را در نزد این کلهزردها ملت عزیزم پس نزنید. چای و نان و آب و خوراک و جای خواب دادید، پولش را گیرید، باقی در پناه الله باشید. سلامت باشید مهاجر گرامی. ولی واقعا هم درست میگوید این برادر کلابی که از روسیه این وضعیت را نوشته است و حالت را واقعا دهشت از. تاجیک بسیار مردم مهمان دوسته، فکر میکنه که اونایی که اومدن اگه مهمانداریشون کردیم تاجیکا را دیگه غم نمیتین. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود برنامه 327 ما. در نوشتن نامه و گذاشتن لایک ها، آبونه شدن و اصلاح کوتاهی نکنید. ان شاء الله ما و شما کار باید انجام دهیم که آن به صلاح این ملت و مردمی عزیزمان باشد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.